تقی حاج ملک با آقای صفایی. این بازی‌ها رو اینجا یا اتفاقی میافته برای عیسی مالکی هستی؟ خطا درست بود. ببینیم یه بار دیگه آیا شجاع خطا میکنه اینجا؟ خیلی واضحه که پشتش پای چپ بازیکن رو داره میزنه. اصلا برای چی بازیکن اعتراض میکنه؟ کاملا مشخصه. خطا درسته. بله، بیرون محوطه جریمه و ضربه آزاد بدون اخطار. بدون اخطار. بله. اینجا پس خطا برای تیم پرسپولیس درسته. بله. پای چپ بازیکن ضربه میخوره پشت اگه نگاه کنید. ولی بدون اخطار. بدون اخطار. بدون اخطار. اینجا یا اتفاقی میفته خطا بود یا نبود؟ گاریدو هم داره اعتراض میکنه. اینجا یا با همه احترامی که برای اینجا دانیال خطا میکنه اینجا؟ بله. پای چپ بازیکن نگاه کنید. اینجا یه پشت اینجا میخوره. اینجا بله. خطا کرد. بله. اینجا خطا کرد. حالا با کادر فنی پرسپولیس خیلی اعتراض داشتن به این صحنه. اینجا آیا کارت داشت؟ ببینید. آیا نه اینجا دست شجاع... داور اگه نگاه کنیم به عنوان یک ضربه آزاد غیر مستقیم یعنی برخورد میگه نداشته و بازی خطرناک گرفته بدون اخطار. بدون اخطار. بله. بازی خطرناک گرفته ولی اخطاری نداره. یعنی نه کارت زرد نداره. فقط یک ضربه آزاد غیر مستقیم. ولی شجاع خوش نه پا رو آورد زودتر بالا توپو زد و این خطرناکه برای حریف. به این میگن بازی خطرناک. ولی سر و صورت در واقع بازیکن حریف خطرناکه این. بله. و حتی اگه میخورد که اخطار داشت. بله. از ضربه آزاد مستقیم میشه. اینجا خطای قبل از گل تراکتور درست بود. اینجا رو ببینیم. سروش توپو. اینجا تو بحث کنم وجود داره. آخه بعید امیری صحبت کرد گفتش قبلش خطای تراکتور باید گرفته میشد. ببینیم اینجا رو. اینجا که خطاست. پای چپ بازیکن میزنه. شما نگاه کنید پای چپ بازیکن قرمز رو ببینید. اینجا ضربه. اینجا خطاست. بله. این که قبلش حالا من ندارم تصویری که رویشون خطا شد آقای امیری اونو ولی خطا اتفاق افتاده اینجا. داور به درستی گرفته. به درستی. بله. خطا درست. بله. بله. اینجا چی؟ اینجا داور در 2 متری صحنه است. تشخیص نداده. یکی از چالش برانگیزترین بله. اتاق وی آر هم اینجا داریم می‌بینیم. وی آر داور خواسته. من اشاره کردم تو عرایزم قبل از شروع برنامه درست. ما نیاز به تصویری داریم که شدت ضربه، محل برخورد، محلی که استفاده میشه برای استوک. اون همون دوربیناست که داریم همون دوربیناست. این الان این ضربه اگر روی مچ پا اومده باشه اخراج داره با استوک. اگه روی کفش اومده باشه چون ضربو میگیره اخطار داره. الان خود پرسپولیس میگه این روی در واقع بالای مچ نبوده فقط کارت زرد. ولی ما بالای مچ داریم میبینیم، بالای کفش داریم میبینیم الان ما. آره بالای مچ. مچ پا داره میاد پایین. اگر روی مچ پاست که اخراج داره. ببینید اینجا